اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا توفیق داد در 4 جلسه گذشته در مورد محمد ابن سنان بحث کردیم. امروز به حول و قوه الهی جمع‌بندی از مباحث گذشته رو خدمتتون عرض میکنم و سپس نتیجه رو انشاءالله از این گفتگوها خواهیم گرفت. ما اشاره کردیم به تضعیفاتی که در حق محمد ابن سنان وارد شده. اولین مورد اتهام محمد ابن سنان به غلوه. آنجا این اتهام رو ما رد کردیم به خاطر اینکه خدمتتون عرض کردم صفوان ابن یحیی نقل کرده که ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصناه. محمد ابن سنان از غلات بود، ما در مقابل او ایستادیم و اونجا خدمتتون عرض کردم که این محمد ابن سنان بعد از تذکر صفوان ابن یحیی و دیگران، همونطور که خود صفوان خبر داده، اطاعت کرده از اونها و دست از غالی بودنش برداشته. پس نمیتوان محمد ابن سنان رو متهم کرد به غلو. اولا بله، اگر روایاتی در مورد غلو دارد اون بحث دیگری است، ما به روایتش عمل نمی کنیم، اما خود شخصیتش به این که غالی بوده و اصرار میکرده بر این غلو، ظاهرش این است که صفوان ابن یحیی خبر میدهد که دست از غلو برداشته. این اول. یکی هم ادعا میکردن روایات محمد ابن سنان وجاده‌ایه، یعنی روایات رو از این طرف و اون طرف جمع کرده، از شیخ نشنیده، از کتاب معتبر نگرفته، از محدثی نگرفته. جواب دادیم به این که اولا محمد ابن سنان شخصیتی نیست که هر روایت رو گوتره از هر جایی بگیره به عنوان روایتی که خودش میخواد اون روایت رو نقل کنه و به دیگران برسونه، اینطور روایت رو گوتره گرفته باشه. اینو قبول نداریم. به کتبی که از اونها روایت نقل کرده محمد ابن سنان ما اعتقاد داریم که قرائنی داشته، قرائنی نسبت به اون کتب داشته و از اون کتب این روایات رو جمع آوری میکرده. و الا اگر بخوایم همینطوری محمد ابن سنان رو متهم کنیم که روایاتش وجاده‌ای بوده، یعنی همینطوری جمع آوری کرده، اساس نداره، این یه صرف ادعاست. کسایی که این ادعا رو میکنن باید دلیل بیارن. دلیل ما این است که محمد ابن سنان قرائنی داشته، خودش محدث بوده، قرائنی داشته، عقیده به اون منبعی که این روایات رو از اون میگرفته داشته، لذا این روایت رو جمع کرده. و دلیل دیگر بر این اعتبار روایاتش اینه که شخصیتی مثل فضل ابن شازان میگه بعد از مرگ من روایات او رو نقل بکنید. این مسئله دومی که در تضعیف محمد ابن سنان به کار برده بودن. یکی هم ادعا کردن محمد ابن سنان اعتراف کرده است که من معضلات رو نقل میکنم، یعنی چیزهایی که باورش مشکله، چیزهایی که هضمش سخته. ما گفتیم اتفاقا این حرف محمد ابن سنان که من اراد المعضلات فالی و من اراد الحلال و الحرام فعلیه بالشیخ، یعنی صفوان ابن یحیی، دلالت میکند به این که محمد ابن سنان اهل تقوا بوده، متواضع بوده، صفوان ابن یحیی رو بالاتر از خودش میدونسته، لذا مردم رو به او ارجاع میداده. اگر این رو قبول نکنید، بعضی از روایات همین که اهل بیت خودشون فرمودن که روایات ما صعب و مستصعب، روایاتی رو که محمد ابن سنان حامل اونها بوده، روایاتی بوده که افرادی که به خدا نزدیکن و واقعا اهل بیت رو باور داشتن میتونن اون روایات رو هضم بکنن. لذا معضلات یعنی روایاتی که هضمش سخته، مشکله. اگر این روایات رو از من میخواید، من این روایات رو دارم، اما روایاتی که حرام و حلال رو خیلی آسان و روان بیان کرده، من ناقل اون نیستم.
برید از صفوان ابن یحیی بگیرید. اتفاقا این جنبه مثبت است نسبت به محمد ابن سنان که این گونه سخن میگوید. یک مورد دیگه ای که اینا ادعا میکردند محمد ابن سنان ضعیف است، قول فضل ابن شاذانه که گفته کذابون ان من الکذابین المشهورین، متهم کرده محمد ابن سنان رو که از دروغگویانه، که فضل ابن شاذان در بعضی از کتبش این عبارت رو نقل کرده لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. بعد در جای دیگر فضل ابن شاذان گفته ان من الکذابین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله. سوال میکنیم که فضل ابن شاذان مگه نگفته از کذابین؟ همین فضل ابن شاذان که متهم کرده محمد ابن سنان رو به کذابی، قرینه هست که این کلامش رو مجبور شده بگه تا خودش رو حفظ کنه. کجا؟ اونجایی که خود فضل ابن شاذان نقل میکنه، میگه روایاتی که من از محمد ابن سنان نقل کردم این روایات رو نقل نکنید مگر من از دنیا رفتم. وقتی من مردم روایاتی که من از محمد ابن سنان گرفتم اونها رو نقل کنید. سوال میکنیم مگر جناب فضل ابن شاذان اون یار دیرینه ائمه روحی لهم الفدا ما رو ارشاد میکند به کذابین، ما رو دعوت میکنه که از کذابین روایت بگیریم، یا ما رو ارشاد میکنه برای سعادت اخروی و عمل به تکالیف به کسی رجوع کنیم که معارف اهل بیت رو خوب کسب کرده؟ نشون میده اون جوی رو که بر محمد ابن سنان به خاطر اتهامش به غلو ایجاد شده بود، فضل ابن شاذان از اون جو میترسیده، لذا یه جایی تقییتاً کذابین گفته و یک جای دیگه گفته که روایات محمد ابن سنان رو که من ثبت کردم از زبان من نگویید. بعد از مرگ من، یعنی وقتی که من تو مجتمع نیستم، تو مردم نیستم، دیگه مردم نمیتونن جو درست کنن بر علیه من، همونطور که محمد ابن سنان مبتلا بود، اون موقع میتونید روایات من رو که از محمد ابن سنان نقل کردم میتونید نقل بکنید. این یه چیز بدیهی و آشکاره. اما شخصیتی مثل فضل ابن شاذان بیاد دو قسم کنه روایات رو، همچی چیزی رو ما نیافتیم. بیاد روایات رو از هم تشخیص بده، تفکیک کنه، برای مردم، برای محدثین جدا جدا بیان کنه، همچی چیزی پیدا نکردیم. کل روایات منو که از محمد ابن سنان نقل کردم اون روایات رو از من نقل نکنید تا من زندم. چرا؟ چون از جوی که حاکم است الان در جامعه میترسم اون بلایی که سر محمد ابن سنان در آوردید سر من در بیارید. اما وقتی من از دنیا رفتم دیگه وجود ندارم، روایات رو نقل بکنید. یه ضمیر بیدار، روشن، آگاه نمیتونه جور دیگه این رو معنا کنه. یعنی نمیتونه کلام شخصیتی مثل فضل ابن شاذان رو جور دیگه بیاد بیان کنه که در حیاتم نقل نکنید، بعد از اینکه مرگم رسید نقل بکنید. یعنی من این روایت رو قبول دارم، این روایات مورد اعتماد منه، ولی چه کنم که وقتی من هستم نمیتوانم به شما بگویم که این روایات رو نقل بکنید. ما ظاهرش این رو میفهمیم. حالا تا آقایون محترمی که حاضرن چی فکر میکنن اون دیگه با خودشون. یک مورد دیگر، آقا شما تضعیف کردید محمد ابن سنان رو. چرا؟ چون نجاشی تضعیف کرده، چون مفید تضعیف کرده، این رو فرمودید. سوال از شما میکنیم مگر تمام شخصیت هایی که در علم رجال و کسایی که محدثن اینا همشون محمد ابن سنان رو تضعیف کردن؟ اگر شهرت قائم بود ما قبول داریم، شهرت قائم شد به این که محمد ابن سنان ضعیف است، اینو قبول میکنیم. اجازه بدید بزرگانی که محمد ابن سنان رو توثیق کردن من براتون نقل بکنم. شما اگر کلام نجاشی رو و کلام بقیه بزرگان رو به رخ ما کشیدید که اینا تضعیف کردن،
ما در مقابل به شما میگیم این بزرگواران محمد بن سنان رو توثیق کردن و بزرگان فحول از علما که بعضیاشون غوطه‌ور در حدیثن مثل شیخ مفید درباره محمد بن سنان این گونه میگه انه من خاصة الکاظم علیه السلام و اهل الورع والعلم والفقه من شیعته ممن روى الناس علی الرضا علیه السلام. میفرماد محمد بن سنان کسی است که از خاصه امام کاظم یعنی موسی بن جعفر علیه السلام اهل ورع بوده، عالم بوده، فقیه در نزد شیعیان بوده و کسی است که از امام رضا روایت نقل کرده. این دلالت بر مدحش میکنه. و همچنین شیخ طوسی در کتاب رجال تضعیف کرده. در کتاب غیبه شیخ طوسی در حق محمد بن سنان روایتی رو نقل کرده که حاکی از توثیق یا مدح محمد بن سنانه. و همچنین این روایت اینه روی عن ابی طالب القومی قال دخلت على ابي جعفر الثاني في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان ذکریا ابن آدم الى آخر، که این دلالت میکنند بر مدح محمد بن سنان که شیخ طوسی در کتاب غیبت این رو نقل کرده و ذیلش تعلیقه نزده. این دلالت میکند که شیخ طوسی در کتاب غیبت میخواسته مدح یا توثیق کند محمد بن سنان رو. علامه هلی در خلاصة الاقوال از حرف قبلیش که ذم کرده محمد بن سنان رو برگشته و همچنین علامه هلی در مختلف الشیعه حکم کرده به این که جناب محمد بن سنان قابل اعتماده. و همچنین علامه مجلسی و سید نعمت الله جزائری وی رو یعنی محمد بن سنان رو از یاران خاص ائمه معرفی کردند و سید ابن طاووس از کسانی که وی رو ذم میکنن اظهار تعجب کرده. خب جناب آقایونی که شما محمد بن سنان رو تضعیف میکنید، خب این آقایون بزرگوار رو چه میگید؟ شیخ حر عاملی آن محدث بزرگ که الان آقایونی که موفقن به درس خارج ما من درس خارج الا که منبع اصلی روایتش شیخ حر عاملیه وسائل شیعه است. ایشون چی میفرماد در مورد محمد بن سنان؟ وقتی من میگم شیخ حر عاملی شخص ساده ای رو نمیگم، شخصی که شب و روز غوطه‌ور در احادیث بوده، خریق این فن بوده. ببینید چی میگه. ظاهرا نجاشی و شیخ طوسی وی را تضعیف کرده اند یعنی محمد بن سنان و این دو نفر با توجه به نظر ابن عقده وی را تضعیف کرده اند و دلیل ابن عقده نیست این سخن محمد بن سنان است که گفته کل ما رویته لکم لم یکن لی سماعا و انما وجدته. تمام اینها رو من از شیخ نشنیدم، از کتاب صاحب حدیثی نشنیدم، رفتم جستجو کردم جمع کردم و یقینا مراد جناب محمد بن سنان این نبوده که من گوتره همه رو جمع کردم، نه، قرائن داشتم نسبت به کتبی که می توانستم روایات رو از اونها بگیرم، از اونها روایات رو گرفتم. ولی این قول بر ضعف محمد بن سنان دلالت نمی کند. این رو شیخ حر عاملی می فرماد، بلکه اهل احتیاط بودن وی را می رساند. کسانی مانند ابن طاووس و ابن شعبه وی را توثیق کرده اند و برخی از بزرگان شیعه توثیق وی را ترجیح داده اند که صحیح هم همین است. این قول جناب شیخ حر عاملی است. و نمونه دیگری که جناب محمد بن سنان را توثیق کردند مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب فوائد الرجالیه است. ایشون میفرماد این اختلاف اقوال و روایات به متأخرین از علمای فن مانند کشی، نجاشی، مفید، شیخ طوسی و ابن شهر آشوب و دو سید بزرگوار ابن طاووس، علامه حلی و ابن داود نیز سرایت کرد و برخی از آنها وی را تضعیف و برخی دیگر وی را توثیق نموده اند و برخی نیز رأی به توقف داده اند. ولی با توجه به همه اقوالی که ذکر شد
به دست می آید که ان الاصح توثیق محمد ابن سنان. و همچنین ابوالمعالی کلباسی در کتاب الرسائل الرجالیه اونجا فرموده ابتدا روایات و اقوال داله بر مدح و توثیق محمد ابن سنان رو میاره و همه اونها رو تایید میکنه، سپس این نتیجه رو میگیره و ظاهر بلا اشکال سقوط دعوا کونی من الکذابین المشهورین. ساقط میشه اون ادعایی که میگه از کذابین مشهورینه، یعنی محمد ابن سنان. و ظاهر تقدمت توثیقات المتقدمه علا ما ینافیها. بعضی از توثیقات هست منافی با این است که بگیم محمد ابن سنان کذابه، لاعتقادها، چون اون روایات کمک شده به امور تظهر مما مر من الاخبار الداله علی المدح، از اون اخباری که دلالت بر مدح محمد ابن سنان میکنه. و غیر الاخبار فحدیثه صحیح، محمد ابن سنان حدیثش درسته، بناء علی کفایت التوثیق فی صحت الحدیث بل تثبت عدالته بالتوثیقات متقدمه. میفرماد حدیثش صحیحه بنابر اون کفایت توثیق در صحت حدیثه و همچنین ثابت شده عدالتش به توثیقاتی که قبلا بیان کردیم. فحدیثه صحیح، حدیث محمد ابن سنان صحیحه بناء علی کفایت توثیق، بنابر این که بگیم کافی توثیق فی صحت الحدیث، در این که بگیم حدیث صحیحه. وقتی صحیح شد خودش هم توثیق میشه. بل تثبت عدالته، بلکه ثابت میشه عدالت محمد ابن سنان به توثیقات المتقدمه که جناب ابوالمعالی کلباسی خودش نقل کرده. مرحوم والدمون مرحوم میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، عقیده ایشون این است که بعد از ذکر روایات و اقوال علمای رجال درباره محمد ابن سنان اینجوری میفرمان مرحوم میرزای تبریزی: آنچه از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان از موالی ائمه علیهم السلام بوده و ممدوح بوده و معصوم علیه السلام از وی اعلام رضایت کرده. به همین دلیل ما خود محمد ابن سنان را توثیق میکنیم، لکن به روایات غلو او عمل نمی کنیم. آیت الله شوبری زنجانی هم در این خصوص میفرمان از روایات استفاده می شود محمد ابن سنان با اهل بیت علیهم السلام نزدیک بوده و از اصحاب سر آنها بوده است و بعضی از معارف که در سطح عموم قابل طرح نبوده است و گاه برای شیعه به سبب تقیه خطر داشته و گاه برای این که برای مردم قابل درک نبوده است را میدانسته. یعنی محمد ابن سنان که متهم به غلو بوده صاحب سر ائمه بوده، یه چیزهایی رو میدونسته که اگر نقل میکرد مردم هضمش براشون مشکل بود، لذا همون هم سبب شد که متهم به غلو بشه. این مواردی است که بزرگان ما در خصوص توثیق محمد ابن سنان بیان کردند. مورد دیگری که سوال میکنیم از اینایی که تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، میگوییم روایت کردن مشایخ بزرگ از محمد ابن سنان رو چه میکنید؟ شما این فحول علما بزرگان محدثین رو با تضعیف محمد ابن سنان متهم میکنید. از راویان مشهور موثق یا مقبول مثل ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن خالد، حسن ابن حسین ابن لؤلؤی، حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن اسباط، علی ابن حکم، محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن خالد برقی، محمد ابن عیسی بن عبید و تعدادی از علما و فقهای بزرگ که مورد اعتماد شیعه هستند از محمد ابن سنان روایت نقل کردن که من دیگه اسامی اینها رو نیاوردم. اینها رو چیکار میکنید؟ و همچنین نقل روایات محمد ابن سنان توسط محدثان بزرگ، یعنی در کتاباشون روایات محمد ابن سنان رو آوردن. اونا افرادی که خدمتتون نامشون رو آوردم از فحول محدثین، اینا حدیث رو نقل کردن. این آقایونی که الان اسمشون رو میارم در کتابشون احادیث محمد ابن سنان رو نقل کردن، مثل صاحب نوادر الحکمه تعداد بسیاری از روایات محمد ابن سنان رو آورده
مرحوم کلینی در اصول و فروع کافی احادیث زیادی از محمد ابن سنان آورده. مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که به گفته خودش لا یورد فیه الا ما هو حجة بینه و بین ربه اونجا ذکر کرده. و همچنین شیخ طوسی در تهذیبین فراوان از محمد ابن سنان روایت نقل کرده. در کتاب فهرست نوشته است کتبته عن جماعه و منهم المفید عن الصدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن عن سعد ابن عبدالله و الحمیری و محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد عن طریقش هم گفته. و همچنین ابو غالب زراری در نامه خود به نوش احمد ابن عبدالله ابن احمد نوشته است از جمله کتاب‌هایی که به خواندن آنها وصیت می‌کنم و بر حفظ آن تأکید دارم و روایت کردن مطالب آن را اجازه می‌دهم دو کتاب الطرائف و نوادر و دیگر کتب محمد ابن سنان است. روایات وارده در حق محمد ابن سنان که او رو توثیق میکنه، او رو مدح میکنه، او رو به عنوان شخصیت مقبول معرفی میکنه، این رو چگونه تفسیر میکنید شما؟ خب روایاتی وارد است در مدح محمد ابن سنان، باید بر ما آشکار بشه که این روایات رو چگونه علما باش معامله میکنن. لذا یکی از قرائن همین روایات است که بر مدح محمد ابن سنان دلالت میکنند که قسمتی از روایات رو در جلسات قبل ذکر کردیم. خود استاد الفقها مرحوم سید خویی بعد از اینکه روایاتی که در حق محمد ابن سنان و اقوال علمای رجال رو درباره محمد ابن سنان نقل کردن اینجوری میفرمان آنچه از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان از موالی ائمه بوده، اما تضعیف این عالمان ما را از اعتماد به وی منع می کند و به همین دلیل اعتمادی به توثیق شیخ مفید نیست. اولا سید خویی رحمت الله علیه اسم افرادی رو ذکر کرده که اینها محمد ابن سنان رو تضعیف کردن، از جمله ابن غضائری. ابن غضائری رو که ایشون قبول نداشت کتاب مال اونه. یک. دوم شیخ مفید در جای دیگر کلام دیگری دارد. این دو نفر نسبت به شیخ طوسی هم در کتاب غیبتشون از روایتی که نقل کردن نهایت این است که ما مدح رو در حق محمد ابن سنان میفهمیم، میماند ابن عقده و شیخ نجاشی. سوال میکنیم با توجه به اینکه فحول از محدثین محمد ابن سنان رو توثیق کردن و با توجه به اینکه مقدمه‌ای که سید خویی رحمت الله علیه در عبارتشون دارن این که چون ابن عقده و نجاشی چون این دو نفر فقط باقی میمونن، این دو نفر چون تضعیف کردن من هم تعبداً تضعیف میکنم، این از مقدمه کلام مرحوم سید خویی به دست نمیاد. با توجه به این مقدمه میفرمان آنچه که از روایات به دست می آید این است که محمد ابن سنان یک از موالی ائمه بوده، دو ممدوح است، سه معصوم اعلام رضایت کرده. این سه مورد رو ابتدا نقل میکنن، بعد میفرمان به همین دلیل شیخ طوسی وی را ممدوح شمرده است. اینم چهارم، یعنی شیخ طوسی رو شاهد میگیرن برای اون سه مورد قبل. بعد و اما در ادامه چی میفرمان سید خویی؟ اگر نه این بود که ابن عقده و نجاشی و شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن غضائری، اولا شیخ طوسی در جای دیگر لااقل ممدوح شمرده ابن سنان رو، پس خارج شد. شیخ مفید در جای دیگر توثیق کرده، خارج شد. ابن غضائری که سید خویی رحمت الله علیه قبول نداشت کتابش رو که اصلا این کتاب مال ابن غضائری، میماند ابن عقده و نجاشی در مقابل اون فحول از محدثین که آمدن ابن سنان رو توثیق کردن. به نظر میاد از مقدمه کلام سید خویی نباید نتیجه گرفت که محمد ابن سنان ضعیف است. حالا این مانده است که چگونه آقایون استفاده میکنن. و همچنین نسبت به کلام سید خویی سوال میشه پس نجاشی
تضعیف ابن سنان رو از کی گرفته؟ از ابن عقده. ابن عقده چرا ابن سنان رو تضعیف کرده؟ ما در نهایت این رو میگیم آقا ابن عقده هم اگه تضعیف کرده باشه محمد ابن سنان رو، یا به خاطر وجاده‌ای بودن یا به خاطر غلو. ما این دوتا رو هم جواب دادیم. خب ما اومدیم گفتیم آقا ابن سنان محدث بوده، شخصی بوده که مورد مدح ائمه بوده، بعضیا از خواص امام ذکر کردن ابن سنان رو، لذا ابن سنان طرق داشته، راه داشته، یعنی قرینه داشته برای اخذ این روایات. این که گفته که من روایات رو خودم جمع کردم، نه اینکه روایات گتره رو جمع کردم. وجاده‌ای بودن شی با قرینه دلالت بر این نمیکنه که اونا معتبر نبوده، لذا باز این هم مورد نقاشه. از تمام این مطالبی که در این چند جلسه در مورد محمد ابن سنان خدمتتون عرض کردم 13 نتیجه رو میگیریم. نتیجه اول، روایات دال بر مدح محمد ابن سنان دال بر وثاقت اونه. دو، اگر هم محمد ابن سنان مشکلی داشته امام علیه السلام رضایت از او رو اعلام کرده. سوم، و این که محمد ابن سنان رو نسبت میدن به فضل ابن شاذان که اعلام کرده از کذابینه، دلیل خاصی بر اون نداریم. ما میگیم جو اون زمان طوری بوده که فضل ابن شاذان مجبور بوده که محمد ابن سنان رو به عنوان کذاب معرفی کنه، چون متهم بوده، جو بر علیهش بوده، لذا فضل ابن شاذان او رو کذاب نامیده. و الا اگر کذاب هست و روایتش کذبه، پس چطور فضل ابن شاذان اجازه میده بعد از مرگش روایات محمد ابن سنان رو نقل بکنن؟ یعنی در حیاتش گفته کذابه، در مماتش کذاب نیست. این معقول نیست. چهارم، اگر محمد ابن سنان مشکلی داشت فضل ابن شاذان بعد از مرگش اجازه به نقل روایاتش نمیداد. پنجم، وجاده‌ای بودن روایات محمد ابن سنان به عنوان این نیست که روایات را هر جا پیدا کرده جمع کرده. محمد ابن سنان محدث بوده، از یاران نزدیک ائمه بوده، شخص خبیر و خریت فن بوده، لذا روایاتی رو جمع کرده است که قرینه بر صحت اون کتاب و متعلق بودن اون کتاب به شخص معتبر قرینه ای داشته و لذا این روایات رو جمع کرده. وجاده‌ای بودن روایات همراه با قرائن او رو معتبر میکنه، یعنی اون روایات رو معتبر میکنه. ششم، صرف نقل روایات غلو از محمد ابن سنان او رو تضعیف نمیکنه، او رو از ثقه بودن خارج نمیکنه، چون غیر از روایات غلو هم محمد ابن سنان دارد. و ثانیاً محمد ابن سنان روایات غلو رو که ما متهمش میکنیم چون صاحب روایاتی بوده که در اون سر اهل بیت روحی لهم الفدا بوده، لذا به مردم میگفت که از من روایت نگیرید، برید از صفوان بگیرید روایات روان حرام و حلال، چون حامل روایاتی هستم که این روایات هضمش برای شما مشکله. هفتم، محمد ابن سنان این که گفته روایات من از معضلاته، نه اینکه روایات من به درد شما نمیخوره، روایاتم دروغه، روایاتم کذبه، نه، کسی باید روایت از من بشنود در مورد اهل بیت که فانی در اهل بیت باشه. و اون روایت معروف که اگر اباذر علم داشت در سینه سلمان چیست، از خود بی خود میشد، تواناییش از بین میرفت. اون روایت دل بر همینه که بعضی افراد سر اهل بیت رو داشتن، اما این سر اهل بیت رو نمیشه بر هر کسی نقل کرد. لذا ما به طلاب میگیم طلاب هر روایتی رو بالای منبر نگید، بعضی از روایات رو مردم نمیفهمن، بعضی از روایات رو نتیجه عکس میگیرن. ابن سنان حامل این روایات بوده چون صاحب سر بوده، چون به اهل بیت نزدیک بوده، چون مقام و منزلت اونها رو میدانسته. و هشتمین مورد، مگر صفوان ابن یحیی نگفت محمد ابن سنان از غلو توقف کرد؟ ما جلوش ایستادیم. از صفوان ابن یحیی نقل شده ان محمد ابن سنان کان من الطیاره فقصصناه. محمد ابن سنان از کسایی بوده که غلو داشته، ما جلوش ایستادیم. پس به غلو ادامه نداده،
شما چطور متهم میکنید محمد ابن سنان رو به چیزی که قبلا متلبس به اون بوده بعد دست برداشته؟ به شهادت صفوان ابن یحیی. و نهمین مورد از مواردی که ما جهت توثیق محمد ابن سنان استفاده میکنیم و جمع‌بندی و نتیجه کلام ما هست، کلام فضل ابن شاذانه که گفت بعد از مرگ من روایات محمد ابن سنان رو از من نقل بکنید. فضل ابن شاذان رو قبول دارید؟ کلامش رو قبول دارید؟ آخرین لحظات این کلمات رو به کار برده که روایات محمد ابن سنان رو از من نقل بکنید. چرا این طرف اون طرف میرید؟ خودش آخر عمرش داره میگه یعنی من روایات محمد ابن سنان رو قبول دارم. اگر کسی بتواند کلام آخرین لحظات فضل ابن شاذان رو در حق محمد ابن سنان طور دیگر معنا کند، معنا میکردن. معنای وجود ندارد غیر از این. ما باید به این کلام اعتماد کنیم. دهم، کلام سید خویی رحمت الله علیه در فراز اولش، اگر ما نتیجه‌ای که از کلام ابن عقده و نجاشی میگیرد که تضعیفشون برمیگرده به وجاده‌ای بودن روایات محمد ابن سنان، اگر این رو کنار بذاریم، کلماتی و مقدمات کلام مرحوم سید خویی رحمت الله علیه دلالت بر توثیق میکنند. 11، اگر شخصی روایات غلو دارد چه اشکال داره؟ محدثی روایات غلو دارد، روایات غیر غلو دارد. محب اهل بیت بوده، در امور غلو میکرده، زمانی بوده که اقتضا میکرد. مگر مراجع بزرگواری که در امر شعائر این همه اصرار میکنن و از مردم میخوان به خیابون بیان، پا برهنه بیان، چرا این حرفها رو میزنن بزرگواران؟ چون احساس میکنن کم کم مسئله شعائر تضعیف میشه، لذا مردم رو ترغیب میکنن تا مسائل شعائر تضعیف نشه. محمد ابن سنان احساس میکرده مردم میخوان دور بشن، لذا مسائلی رو مطرح میکرده که مردم قدر اهل بیت رو بدونن. دیگران هم متهم به غلوشون میکردن، همین که الان آقایون رو متهم به غلو میکنن. این بوده هر زمانی. این دلیل نمیشود که اگر کسی روایت غلو نقل کرد و روایات غیر غلو دارد به خاطر روایات غلوش کنارش بذاریم. نهایت این میشود همون حرفی که مرحوم میرزای تبریزی رحمت الله علیه گفته‌اند که ما روایات غلو رو میذاریم کنار، به روایات غیر غلو عمل میکنیم، اما این روایات غیر غلو نمیتواند تأثیر کند در شخصیت شخص که بگیم ثقه نیست. این هم 11. 12، ابراز محبت و مودت به اهل بیت علیهم السلام از طرف محمد ابن سنان قابل انکار نیست. به روایات مراجعه کنید چگونه به اهل بیت روح لهم الفدا عرض ادب میکرده و این نشون میده است که این معتقد بوده. یه موقع کسی هست نعوذ بالله روایات غلو رو نقل میکند برای اینکه بر خودش میخواد جایگاه درست کنه، برای خودش میخواد مورد جمع کنه، میخواد خودش رو به مردم خوب نشون بده، مثل ابی خطاب. اون ابی خطابی که امام رضا علیه السلام فرمود لعن الله ابی الخطاب کان یدس فی احادیث ابی، ممکنه غلو میکرد، روایت غلو، روایت امام باقر رو میگرفت در اون اضافه میکرد، روایات رو بهش اضافه میکرد، بین شیعیان منتشر میکرد. سوال میکنم آیا محمد ابن سنان این گونه بوده؟ 13مین مورد این است که اگر بخواهیم از این روایات استفاده کنیم تضعیف محمد ابن سنان رو، همین روایات اسم صفوان ابن یحیی هست. صفوان ابن یحیی توثیق خاص داره، یعنی توثیقش کردن. این نشون میدهد که آن چیزی که در حق صفوان ابن یحیی بوده در حق محمد ابن سنان هم بوده. این روایات نمیتوانیم بیاییم محمد ابن سنان رو تضعیف کنیم، صفوان ابن یحیی رو بگیم نه توثیق شده. این ممکن نیست. اگر توثیق باشد بر هر دو است، اگر تضعیف باشد بر هر دو تضعیفه. اما اینکه آقایون چجور صفوان ابن یحیی رو خارج میکنن از این روایات و تضعیف رو فقط بار میکنن به محمد ابن سنان، این هم معلوم نیست. لذا از تمام مطالبی که
تو این چند جلسه خدمتتون عرض کردم و این نتیجه گیری که الان خدمتتون عرض کردم، به نظر میاد محمد ابن سنان شخص ثقه بوده. نه تنها شخص ثقه بوده، جایگاه و پایگاه خوبی داشته نزد اهل بیت روحی لهم الفدا. بله ممکنه انسان در زندگیش اشتباه بکنه، بعد از اشتباهش برگرده، امامم به عنوان امام رؤوف، امام حنون بیاد او رو احتضان کنه. همینطور که فرمود قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد بن سهل البحرانی تولى صفوان بن یحیی و محمد بن سنان فقد رضیت عنهما. و امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق دهد که بتوانیم بحث‌های رجالی رو ادامه بدیم. نهایت امری که در این چند جلسه برای ما حاصل شد این که محمد ابن سنان ثقه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.